مردم نعوذ بالله دورته گمراهی و دلالت و خرافات و بدعات و شرکات واقع میشه توسط علمایی که بی علم است. خود شما شنیده، براتون واضح است. یک علم میگه ما در روز قیامت به امام ابو حنیفه رحمه الله چی جواب بگیم؟ در روز قیامت ما در ابو حنیفه رحمت الله چی جواب خواهد گفتیم؟ دین به ما تیار کرده آمد، مذهب به ما تیار کرده آمد، 4 تا قطای طریق آمدن، اونها والله ما موحد هستیم، والله ما فلان هستیم، میزنه به جان علمای گذشته ما. این عالم است. وقتی که یک مقتدی گپی عالم بشنوه، مقتدی در ذهنش میگرده که بله در روز قیامت امام ابو حنیفه رحمه الله یک سوال و جواب از ما داره غیر از الله سبحانه و تعالی. اونجا سوره فاتحه را میخوانه مالک یوم الدین، اختیاردار روز جزا کیست؟ الله سبحانه و تعالی است.